این از اینجا آغاز میشه که هنگامی که سرزمین آمریکا در مستعمره انگلیس بود، یک بخشی از فرهیختگان این سرزمین تازه و نوین به نام آمریکا دور هم نشستن و از کارهایی که این امپراتوری انگلستان داشت میکرد خب اینا ناخشنود و ناراضی بودن و بسیاری از ایشون این بزرگان آمریکایی گفتن که چی، ما خودکفایی میخوایم، ما یک سرزمین و یک دولتی از خودمون میخوایم برای اینکه انگلستان اونجا نشسته، بله ما هم انگلیسی هستیم، ما هم اصلیتمون انگلیسیه، اما انگلیستان اونجا نشسته و ما رو داره استثمار میکنه. تنها ما هم نیستیم که داریم استثمار میشیم، بسیاری از کشورهای دیگه هم دارن استثمار میشن، برای همین ما خودکفایی میخوایم و خب بفرمایید. و پس برای همین اینا چیکار کردن؟ گفتن که ما نمیخوایم این امپراتوری انگلیسی و خودمون باید یه چیز تشکیل بدیم که خودکفا باشیم. و هنگامی که دور هم جمع شدن گفتن خب حالا شکل این حکومت چگونه باشه، برای اینکه شکل حکومت انگلستان شکل حکومت پادشاهی بود. البته نمیخوام بگم چون واژه پادشاهی واژه درستی نیست، چون پادشاهان انگلیسی مانند پادشاهان ایرانی نبودن، بسیارشون نبودن، اما به هر روی و اینا دیدن خب بزرگترین مشکلشون همین پادشاهی انگلیسی و یه دیگه گفتن اصلا کلا پادشاهی بده، گفتن پادشاهی بده. و بخش دیگه ایشون که من میخوام اون کسان مهم رو بگم، نخستینش تامس جفرسون بود، جیمز مدیسون بود، بنجامین فرانکلین بود و همین گونه جورج واشنگتن. اینا گفتن که نه، یک فرم پادشاهی هست که این فرم پادشاهی مانند پادشاهان انگلستان نیست. اونم اینا از کجا میدونستن؟ برای اینکه اینا آموزش‌های فراتر از اون آموزش‌های مردم دیگه داشتن. چگونه این آموزش‌ها رو داشتن؟ از راه همون آموزش‌های فراماسونری اینا آموزش‌های فراتر داشتن. حالا یه بخش رو پیدا میشم میگن اوه اینا فراماسون بودن پس اینا شیطانی بودن و این حرفا. من براتون میخوام بگم که فلسفه این تشکیل فراماسونری در روزهای نخست اصلا شیطانی نبود، اصلا یک چیز بدی نبود. فراماسون ها کسانی بودن که رازهای نهفته زمان خودشون رو از جمله راز دانش مغانه، راز کیمیاگری رو آوردن در اون انجمنهای کوچک خودشون نگه داشتن و چیکار کردن؟ به مسیحی‌ها و به یهودیان اینا این چیزها رو نمیگفتن، چون میگفتن که به ویژه مسیحیت وقتی اومد اروپا رو گرفت، اومد فرهنگ مغانه هم نابود کرد و فرهنگ هایی که نامسیحی بودن از جمله مهرپرستی، اینا مهرپرستی، دین زرتشت، اینا همه رو نابود کرد. و بعد اومدن گفتن که اینا جادوگر بودن، مغان جادوگر بودن و بعد این واژه جادو هم از اون اومد بیرون، این کار شیطانه، این کار خدا نیست. خب برای همین فراماسونری میخواست این رازها رو درون خودش نگه داره و برای همین یک سری سازمان‌های میدونید راز انگیز درست کردن، از جمله سازمان‌های فراماسونری. اما کار اینا نه این نبوده که بیان چی کار بکنن، بیان مردم رو بدبخت کنن.
نه تنها کار اینا این نبوده، بلکه همه اون چیزهایی که فرهنگ مغانه میگفته رو اینا اومدن انجام دادن. در بسیاری از جاها می اومدن روشنگری میکردن و می اومدن همون فلسفه و فرزانگی شید که همون نور باشه بر پاد تاریکی رو به کار می بردن، که اینی که شید آن شید این چیز هست، این نماد دین زرتشت هست، به نوعی همون شید نماد این فرهنگ فراماسونری میشه. و اینا اومدن، این پدران بنیانگذار همون رازها رو آگاهی داشتن، اومدن اینها رو به کار بردن و اومدن اینها رو در آموزش پیروان خودشون به کار بردن. و اون چی بود؟ یکی از این آموزش ها آموزش کوروش بزرگ که این کتاب رو، این نسک رو زنوفن یا گزنوفن، ما ایرانی ها به نام گزنوفن میشناسیمش، نوشته شده بود. و این یک نسک که چیز نبود، که زندگی بسیاری میگن که این حالت تخیلی داشته، اما بر پایه اون جهانبینی کوروشی بوده. حالا گفتم جهانبینی کوروشی و این یک واژه درسته. الان براتون میگم که چرا این واژه درسته. برای اینکه هنگامی که این پدران بنیانگذار این کوروش نامه رو میخوندن مانند انجیل، به جای اینکه انجیل بخونن یا بیان تورات بخونن، این رو میخوندن و این در کشو کاری خودشون بوده. الان بهتون میگم این از کجا اومد. چرا اینا اومدن گفتن که اوکی این پادشاهی انگلستان یک پادشاهی ستمگره، اما یک پادشاهی بوده، پادشاهی ایران شهری، پادشاهی کوروشی، که این بد نبوده. و حالا ما برای چی اصلا اینا این کار رو کردن؟ یعنی حالا به جز این که اینا خود اینا فراماسون بودن و رازهای فراماسونری همه رازهای مغانه بوده و همه به ایران باز میگشته، یک چیز دیگه ای هم در این میان هست که چی ما الان با اون میپردازیم. و اون اینه که هنگامی که شما بازگردید به یونان، دوره فرزانگی یونانی ها دوره بوده که نگاه میکنیم میبینی با هخامنشی ها آغاز میشه. هنگامی که هخامنشی ها شکست میخورن، از با هخامنشیان هم به پایان میرسه، با پایان هخامنشی ها به پایان میرسه. پرسش اینه که یونانی ها آیا واقعا رابطه و پیوندی با ایران داشتن که این گونه هم آغاز شدن هم پایانشون با پایان هخامنشی بوده؟ پاسخ اینه که آری. یونانی ها به ویژه نویسندگانشون، فریختگانشون، شاگردان فرزانگی و فلسفه ایرانی بودن. از جمله یکی از این کسا فیثاغورس بوده. فیثاغورس یکی از شاگردان یکی از زرتشتیان بوده. حالا در مورد اینم یک برنامه دیگه ای داریم که درست مانند دالای لاما که ما میگیم اینا یه لامایی میرسه به یه لامای دیگه و اینا در واقع یک نفر هستن و یک کسی به درجه لامایی میرسه و بهش میگن لاما. در دین زرتشت هم این گونه بوده که بهشون میگفتن زرتشتون و اون این بوده که شما به یک درجه میرسین که مانند زرتشت میشین، زرتشت مانند میشین و اون رو می آوردن و پیشوای دین زرتشت میکردن. و یکی از این زرتشتان به فیثاغورس هم چیکار میکنه؟ استادی میکنه. بعد یکی از این کسان دیگه افلاطون بوده یا همون پلیدو ما تو انگلیسی بهش میگن. و پلاتون، حالا باید ما بگیم، حالا من نمیم چی شده که ما داریم میگیم افلاطون، پلاتون بوده. بعد این انسان یک کتابی می نویسه به نام جمهوری
در کتاب جمهوریش ایشون میاد همون فلسفه فرزانه شاه رو بیانگر میشه، یعنی اینی که الان تو انگلیسی میگن philosopher king، یعنی شاه فیلسوف، که در واقع این همون به گونه‌ای اون شاهنشاهی مغان بوده، اون چیزی بوده که هخامنشی‌ها بهش باور داشتن، برای اینکه کوروش و داریوش بزرگ، ببینید کوروش رو مردمان دیگه بهش نجات بخش میگفتن، مسایا میگفتن، یا همون مسیح بهش میگفتن، یعنی ایشون یک ردای دینی هم داشته، اگرچه به گونه این گمراهان باخترگرا یا همون غربگرا به گونه میخوان بگن که ایشون نبوده. ساسانیان اومدن بهترین شکلش رو پیاده کردن و اون چی بوده؟ شاه مغان. حالا پلاتون یا همون افلاطون در کتاب جمهوریش میاد ویژگی های یک شاه مغ رو میگه و وقتی انگامی که ویژگی های شاه مغ رو نگاه میکنید میبینید که این شاه مغ، این شاه فرزانه فیلسوف، این همون انوشیروان دادگر بوده، این همون داریوش بزرگ بوده، این همین اردشیر بابکان شاپور بزرگ بوده، این همون کسا بودن. بعد ببخشید من این سلفونم خاموشش کنم که ببخشید من یادم نبود اصلا. یه دوستی با ایدیه که یک چیزی بر ما رو عد کردن، میخوان بعد بیان گفتگو کنن در فرصت مناسب. شما رو دوست عزیز میانم روی خط، بفرمایید. بله خواهش میکنم. حالا من شما نگاه میکنید ببینید که واژه ریپابلیک یا همون جمهوری در یونانی و لاتین از واژه رسپوبلیک از اون میاد که بیشتر کشورهای بلوک شرقی، روسی، اینا هنوزم میگن ریسپوبلیک و رس به چم امور و یا چیزم بهش میگن و پوبلیک هم که همون مردم هست، یعنی امور مردمی یا امور توده اگه بخوایم ترجمهش کنیم. اما خود واژه جمهوری که ما میگیم این نزدیکتر بوده به این فلسفه شاهنشاهی مغان. الان اینم میگم جمهوری یک تلفظ نادرسته. تلفظ درست در این واژه رو شما در کشورهای آفریقایی و زبان سواحیلی میتونید ببینید. بیشتر کشورهای آفریقایی زبان سواحیلی رو هم میدونن و این در اون کشورها به جمهوری میگن جمهوری. حالا جمهوری دو بخش داره، جمعش به چم جمشید شاه یا همین گونه به چم جمع هم هست، جمع عربی از همون ریشه جمع میاد. این واژه میمونه برای نمونه در واژه جیمنازیوم، همون به اصطلاح میگیم که به اصطلاح ورزشگاه رو میگن جیمنازیوم، جیم. یا مثلا توی آمریکا میگن where are you going، یعنی کجا داری میری؟ میرم جیم. جیم همون جمعه. بعد در واژه جیمکانا یک جایی به ویژه در هند و پاکستان جایی که دور هم جمع میشن و میگن جیمکانا چیه؟ جمع خانه است. جمع سپس خانه هم که جایگاه و مکانه. و هوری از کجا آمده؟ جمهوری. حالا هوری همون خوری بوده و کوری بوده، جمع کوری یا خوری. خور به چم بزرگان
چیز هستش، به جمع بزرگان چی میگن، بزرگانی بودی که مخ بودن این خوریا. چرا؟ یکی میپرسه خور چه چیزی داره؟ خور از واژه خور، همون خور. ببینید شما میگین خورشید در زبانهای ایرانی، خورشید خود گوی خور نیست، نام درستر خورشید خوره. خورشید به چم نور خور هست، نور خور هست. خورشید امروز به نادرستی ما به گوی خور میگیم خورشید، ولی خب خنده‌دار اینه که به مهشید، به ماه نور باشه، هنوز میگیم مهشید. پس اون جمخوری، اون در واقع اون روشنان بودن، اون کسانی بودن که مانند نور اهورامزدا نور میبخشیدن. یکی از این کسان خود کوروش بوده و نام کوروش در واقع از کوروش، کور همون خور، کور همون خوره. این در زبانهای اروپایی میمونه. شما اگر در سوریه و لبنان برین، یک خاندان چیز هستن، یک خاندان حالت مغانه و یا کشیشوار هستن که در سوریه و لبنان هستن و اینا اتفاقا رازها هم دارن. اینا راز نگهداران سوریه و لبنان و همین گونه مصر هستن، چون مصر یک طبقه بندی داره، یک دینی داره که به همون خور، به همون خوری وابسته است. یک نام خانوادگی هم هست در لبنان و سوریه و مصر به نام خاندان خوری. بعد این در انگلیسی اومد شد کوری، کوری. بعد شما نگاه میکنید میبینید یک ترجمه دیگرش اومد شد جوری. الان این هیئت جوری از همونه، این هیئت فرهیختگانه، این هیئت بزرگانه، هیئت جوری. اینا کوری ها، خوری ها. حالا کور یعنی به چه جمعیه؟ کور شما نگاه میکنی همون کور نگاه میکنی میبینی، یا خور به چم نور خورشید هم هست، به چم اون چیزی هست که از خورشید میاد بیرون، اما به چم شاخ هم هست. شما نگاه بکنید میبینید که چرا شاخ؟ حالا شاخ برای این که برمیگرده به همون شاخ گاو نخستین، برمیگرده به این که خورشید تخت جمشید اگه بری نگاه بکنید، خورشید اومده پریده روی گاو و این خورشید، حالا اونو من یک برنامه جداگانه باید بذارم که این خورشید از کجا اومده روی گاو، به چه چند، این اصلا توی اوستا اومده، این توی بندهش اومده. بعد ولی به چم شاخ گاو، به چم اون نیروی اوراییه. شما نگاه بکنید در همین پاسارگاد هم نقش کوروش بزرگ با شاخ هست، شاخ براش گذاشتن، مثلا اون شاخ اسطوره‌ای رو براش گذاشتن. و شما نگاه بکنید در عربی تو همون خود قرآن هم اومده بهش میگن ذوالقرنین. قرن اینجا به چم همون کرن، کراون انگلیسی همون به چم شاخ، به چم تاجه. و شما نگاه میکنید میبینید که در بسیاری از همین توی کشورهای اروپایی نگاه میکنید میبینید که پول با همین تاج ارتباط داره. پول و تاج و شاخ اینا همه با هم ارتباط دارن. مثلا کرونا در همون سوئد، این پولشون این ارتباط داره. بعد نگاه میکنید ببینید در خود ایران هم بوده، مطمئن ما هیچ توجهی نکردیم. میگیم یک قران، قران یا همون قرون، همون کرونه، همون کروناست، همون ترنه، همون شاخه، همون از واژه
همون خورشید یا کوروش میاد و بعد نگاه میکنیم که ناصر شاه سلطان صاحب قران. خب قران اینجا به چم پوله ولی به چم تاج هم هست، به چم اون نیرو و اون قدرت هم چیه هسته. پس نگاه میکنید ببینید که پیدران بنیانگذار آمریکا به این جانش کاملا آگاه بودن، میدونستن که کوروش کیه، میدونستن که کوروش بنیانگذار یک سیستمی بوده که برای نخستین بار اومده گفته اگر که بخواین بر پایه عشا رفتار بکنید لازم نیستش که چی باشین، لازم نیستش که یک ستمگر باشید، لازم نیست که با ستم و با ترس مردم رو چیکار کنید، بهشون فرمان روایی کنید. اینها دریافتن که کسی مانند کوروش بوده که برای نخستین بار و ایشون پادشاه آریاها بوده اومده و جالب اینجا چون اینا فراماسون بودن کاملا میدونستن آریایی چیه، کاملا میدونستن که بخش بزرگ اون آموزش‌های فراماسونری از میترائیسم اومده، از فرهنگ مغانه اومده بیرون و کاملا میدونستن ایران چیه، کاملا میدونستن. و اینا میان میگن که چی، ما آموزش‌های کوروش رو یاد میگیریم و یاد میدیم و بعد اون جمهوری خودمون رو جمهوری یونانی نمی کنیم که هرج و مرج طلب باشه، ما جمهوری درست می کنیم، جمع کوروش ها. این سیستم در زمان جمشید جم هم بوده، جمشید جم یک شورا داشته و بعد که نگاه میکنید میبینید که ایرانیا و این سرمتی ها با خودشون این فرهنگ رو میبرن، در انگلستان هم میبرن و اون شاه آرتور که من درباره شاه آرتور جداگانه میخوام سخن بگم، ایشون هم اون میز گرد رو برمیداره میبره در انگلستان که 12 نفر روی این میز گرد می نشستن. اون 12 نفر همون 12 امشاسپند بودن، همون 12 سال ماه بودن و خورشید اگر نگاه بکنید 12 بار تو یک موقعیتی از این چیزها قرار میگیره، این ماه ها قرار میگیره و نام این میزگرد در واقع جمهور بوده، یعنی اینا جمع خورها بوده و خروش یا همون کروش اوش آخرش ایشون بالاتر از همه بوده. برای نمونه میگیم داریوش از دارا میاد، یعنی یه کسی که دارایی داره. داریوش یعنی همه چیز داره، اوش آخرش میاد میگه یعنی بالاتر از همه است، بالاتر از همه داره. کوروش یعنی ایشون شاه مغانه بودن، یعنی مغانگیشون از همه بالاتر بوده چون ایشون پارسا بوده. پارسایی یعنی پرهیزگاری، این چیزی مردم نمیدونن. پارسایی یک نژاد نبوده، یعنی همه الان دارن سعی میکنن که این شما من پارسای چیز شوونیست. نه این یک طریقت بوده، یک روش پارسایی، یک روش بوده. هر کسی نمیتونسته این کارو کنه، همون که کردان نمیتونستن این کارو بکنن چون پارسایی کار هر کسی نبوده، یک نوع پرهیزگاری زرتشتی بوده و کوروش‌شاه این کار رو داشته چیکار میکرده. حالا پدران بنیانگذار آمریکا دقیقا این ماجرا رو میدونستن، همین فرهنگ رو میدارن و اولین چیزهایی که مینویسن از روی سخنان کوروش بزرگ بوده در همین کتاب کوروشنامه. میان میگن که دموکراسی چیزی نیست که ما به دنبالشیم. تامس جفرسون اینو میگه دموکراسی مانند اینه که 2 گرگ و 1 گوسفند برن نهار و بعد بگن رای گیری میخوایم بکنیم ببینیم کی چی باید بخوره. و معلوم اون 2 گرگ رای میدن که گوسفند بخورن.
اما دیگه که وقتی که تفنگ بدی دست اون گوسفنده، اون دوتا گرگا حساب کار خودشونو میکنن، نمیتونن این گوسفنده رو بخورن. یعنی تا این اندازه توماس جفرسون از دموکراسی به دور بوده. چرا؟ چون میدونستی که این دموکراسی یعنی هرج و مرج. دموکراسی یعنی که توده رو شما خر بکنی و کل توده بیاد میگن کشی رأی بدن به یک چیزی که بسیار خطرناکه برای کشور. توماس جفرسون این چیزها رو در اروپا دیده بود، این چیزها رو در انگلستان و فرانسه دیده بود و این چیزها رو در انگلیس دیده بود. برای همین خودش و همینطور جیمز مدیسون اینا میان میشینن میگن ما یک چیزی میخوایم که بر پایه قانون همون ایرانی باشه، ما یه همچین چیزی رو میخوایم. و یک مثال بسیار زیبا هست این زمینه. من حالا نمیدونم میتونم این چیزو بگم، این که میخوایم از پرسش ها رو بخونیم. نه پرسشات خیلی مربوط به بحث نبود، چون چند تا پرسش مطرح شد که بحث رو میترسم منحرف کنه و دوست عزیزی که میخوان از طریق اسکایپ بیان در مورد موضوع نمیخوان صحبت کنن. برای همین با اجازه من آخر برنامه دوست عزیز شما رو میارم، چون بحث شما جناب کیانی بحث مهمیه و این باید پیگیری بشه. سپاسگزاری میکنم از عزیزانی که تا این لحظه برنامه رو به اشتراک گذاشتن. تا این لحظه که 1 ساعت از برنامه گذشته ما 2500 تن بهمون پیوستن و حداقل چند دقیقه نگاه کردن رفتن اومدن بیرون و ما 2500 تا رو در این 1 ساعت به هر حال داشتیم. سپاسگزارم. بفرمایید. ببخشید من یه ذره چایی بخورم. بفرمایید. شما بخواید حتما بگم دوستانی که اومدن. بانو سیمای عزیز همین الان به ما پیوستن. جناب جهانی رو گفتم. بانو بیبی میگن کاش که شما بیشتر برنامه داشته باشید. بانو بیبی خب صحبت کردن اونم به صورت زنده و برنامه‌سازی نیازمند به مطالعه هست و اگر ما مثل خیلی از این مجری‌ها و این کسانی که زیاد برنامه داشته باشیم به مانند اونا میشیم، چون دیگه اونا از روز اول اینجوری نبوده که حرفی برای گفتن نداشته باشن، خودشون رو زود تموم کردن. به اندازه مثلا اگه 4 تا کتاب خوندن اومدن به اندازه اون 4 تا کتاب هی تون برنامه گرفتن تموم شدن. ولی ما نمیخوایم تموم بشیم، ما به اندازه مطالعه که داریم برنامه می‌سازیم و خب مطالعات ما باید ادامه پیدا کنه و دوباره مطالعه میکنیم، دوباره برنامه می‌سازیم. برای همین بیشتر وقتمون رو ما صرف مطالعه کردن میذاریم که بتوانیم حرفی گفت داشته باشیم که بیایم جلوی دوربین. و تام عزیز درود براتون میگه و عشقم استاد جنابی که شما رو عشق خودشون خطاب کردن جناب تام. حالا اگر آیدیشو من نمیدونم بانو هستن یا آقا هستن، به هر حال من حسودیم شد. جناب تینتین عزیز اومدن میگن هر نوعی زیباه. سپاسگزارم. جناب تینتین عزیز هر کدوم طرف باشه من حسودیم شد. جناب تینتین عزیز میگن که کیم مرتضی در 2 سال اخیر ادوارد اسنون شروع به افشاگری از دولت آمریکا. اینا خب این سوالتون الان میترسم بحث جناب کیانی رو منحرف کنیم، میذاریم برای آخر اگر برسیم ما میذاریم. و دیگه همین یکی از دوستانم به نام رضا اومدن اینجا و از من خواستن که یه حرفای الکی زدم. من خواهش میکنم اینجا مکان گفتگوست رضا جان، اینجا مکان شعار و شعر نیست، این بحث در سطح بالا داره انجام میشه. خواهشاً در یه دوست عزیزی به نام میلو رسام حالا اومدن پرسیدن که شما در کدوم حزب و چگونه در کاندید اوهایو هستید. اینا که اینم اگر لازم دونستید آخر برنامه بگید در مورد خودتون، چون الان بحث منحرف میشه. بفرمایید گوی میدان دست شما. خواهش میکنم. ببخشید جناب میکائیل هم الان پرسیدن که چه روزا عزیز. ما روزای شنبه ساعت 6 هر هفته برنامه داریم جناب میکائیل، منتها این هفته چون فردا کریسمس و فردا سال دگرگونی سال میلادی هستش و خیلی از مخاطبان ما گفتن که جلوتر بندازیم، امشب انداختیم، وگرنه ما روزهای شنبه ساعت 6 هستیم و اگر لازم دونستیم یه برنامه اکسترام در هفته مشخص نیست اعلام میکنیم یه دفعه میایم. سپاسگزارم. بفرمایید جناب کیان. خواهش میکنم. و ببینید مثلا برای نمونه خود جیمز مدیسون اومد یک مقاله جستار بسیار درازی نوشت به نام فدرالیست 10. اون جستار به این نام بود که در اونجا
به این پرداخت که چرا ما چیز نیستیم، چرا ما پدران بنیانگذار نمیخوایم چیز کنیم، نمیخوایم چیز رو داشته باشیم، چی میگن، این دموکراسی به گونه یونانی رو داشته باشیم. یه لحظه خواهش میکنم. و در اون برگه فرمودن که ما چرا میخوایم یک جمهوری و نه اون جمهوری یونانی رو درست کنیم، چرا اون رو میخوایم درست کنیم. و اونم اینه که ببینید یه مثالی الان براتون میزنم، این مانند اینه که در این فیلم های کابایی هم حتما دیدی که 10 نفر یه دفعه میفتن دنبال یه نفری که حالا عکسشو زدن، گفتن که اینو باید بگیرید، این یا حالا دزدی کرده یا هر کاری که کرده. این 10 نفر با اسب میتازن و سرانجام این آدم رو میگیرن و بعد تناب میندازن، رای گیری میکنن. 8 نفر از این 10 نفر میگن که آره باید این آدم اعدام بشه و اعدامش میکنن این آدم ها و بارها این کار شده. اما جمهوری و حکومت قانون اینو میگه که نه، این یک کلانتر با ایناست و این کلانتر نماینده قانونه. اون میگه نه 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 نه، من با رای گیری شما کاری ندارم. طبق قانون این آدم رو باید برداریم ببریم دادگاه باید بهش وکیلم بدیم و پول نداره احتمالاً، و اون وکیل تسخیری از این پدافند دفاع میکنه و بعد اون داور یا اون قاضی میگه که آیا این آدم باید اعدام بشه یا نشه، باید بره زندان یا نره. این اون جمهوری بوده که جیمز مدیسون در اون فدرالیست، اون جستار فدرالیست 10 که شما میتونید برید توی یک کتابخونه کنگره و یک کپیشو بگیرید، روی اینترنت هم هست، میتونید اونجا ببینید و ببینید که چقدر این جیمز مدیسون از دموکراسی میترسه. دموکراسی به مانند یونان، برای اینکه یونانی ها مثلا فرض بگیرید گفتن یه لایه‌ای برای بیمه رد کنیم. یونانی اینطوری نبوده که بیان بگن خب نماینده ها هم میرن این کار رو میکنن. حالا نماینده ها کیان؟ نماینده ها اون فرهیختگان یک جامعه هستن بیشتر وقتا. اینایی هستن که از قانون میدونن، اینایی هستن که یک دانشی دارن، خیلیشون دانشمندن. چند تا از نماینده کنگره برای نمونه بیشترها برای ناسا کار میکردن، فیزیکدان یکیشون. و اینا آدمایی هستن که سرشون به تنشون به هر حال چی میارزه. ولی یونان اینطوری نبوده. یونان مردم میرفتن رایگیری میکردن توی یونان، توی شهر آتن، و این بزرگترین هرج و مرج رو درست میکنن. یعنی چرا؟ برای اینکه مردم میتونن یه دفعه یه چیز خیلی عجیب و مدش کنن بر پایه، یعنی این چیزی که پدران بنیانگذار ازش میترسیدن این بوده که بر پایه همون دموکراسی که بیشتر یعنی اگه بخوایم یک کشوری بر اساس رأی‌های بیشتری درست بکنیم، خب بابل برای نمونه همه به بردهداری باور داشتن، برای اینکه همه رأی‌گیری کردن، من گفتم بردهداری درسته، اما کوروش میاد، کوروش بزرگ، و بر پایه قانون اشا میگه چی؟ نه، هیچ انسانی نمیتونه انسان دیگر رو چیکار کنه؟ به بند بکشه. و این قانونی بودی که ایشون میذاره، بردهداری پایان میده، قانون اشاست. آیا دموکراسی نقشی داره اینجا؟ نه، دیگه نمیتونه اعتراض بکنی به این قانونه گذاشته بر پایه دادگری، بر پایه دادگستریه، بر پایه اونه، بر پایه قانونه که کوروش هم برای همینه که شما مجسمش رو، اون تندیسش رو در همه دادگاه‌های بزرگ جهان و اروپا میبینی، برای اینکه ایشون پدر قانون بوده، پدر داد بوده، میدونی؟
و حتی یونانی ها این رو ازش یاد میکنن، پدر قانون، پدر داد. و پدران بنیانگذار آمریکا هم همین کار رو میکنن، میان میگن که نه 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 ما همچین چیزی نمیخوایم، برای اینکه توده و از توده گرایی به شدت اینا میترسیدن. گفتن وای به روز اینی که یک سیاستمداری بیاد با فریبکاری یک قولی رو به توده بده و حق و حقوق از یک کس دیگه‌ای بگیره. ببینید بر پایه دموکراسی، مثلا یکی از چیزایی که این جهان وطن ها میگن او دموکراسی در ایران نیست، اگه دموکراسی باشه نمیدونم حقوق اقلیت ها چیز میشه، حقوق اقلیت ها از بین نمیره. چرت و پرت، به خاطر اینکه اکثریت یا همون توده میتونه رأی بده و هیچ حق و حقوقی برای اقلیت نمونه. همین اتفاقی الان افتاده. اما در یک حکومت قانونمند که بر پایه قانون اشا و ایران شهریه میاد میگه چی؟ حتی اگه شما یک بودایی هستی همون حقوقی رو داری که یک زرتشتی داره، حقت خورده نمیشه. حتی اگه پول نداری وکیل بگیری به وکیل تسخیری میدن که بخوای از چی؟ از خودت چیکار کنی؟ پدافند و دفاع بکنی. اینو بهش میگن حکومت جمهوری. و اینا نمیتونستن که بیان حالا حکومت شاهنشاهی بیارن، برای اینکه درست همون حکومت شاهنشاهی بوده که چی؟ این بسیاری از آمریکایی‌ها ازش بیزار شده بودن، حکومت شاهنشاهی انگلیس. اما میان چی کار میکنن؟ میان این کار رو میکنن، میگن اوکی ما میایم اساس حکومت ایران شهری و فرمانروایی اشا و کوروش بزرگ و فرمانروایی کوروشی رو ما میاریم چی کار میکنیم؟ میاریم و میذاریم در دل این جمهوری که جمهوری یونانی نیست، یعنی جمهوری بر پایه چیز نیست، بر پایه شما بگو دموکراسی نیست. و اینا اومدن اون کار رو کردن. ببخشید و اینا اومدن همون کار رو کردن. و دیگر این که وقتی که این کار انجام شد اومدن چی کار کردن؟ همه ویژگی هایی که در یک فرمانروایی کوروشی و شاهنشاهی هست رو دادن. همه اون قدرت ها رو، حتی برای نمونه کسی شاید ندونه رئیس جمهور آمریکا میتونه یک کس رو عفو بکنه، میتونه یک کس رو ببخشه، میتونه یه زندانی رو ببخشه. این درست کاریه که یه پادشاه میتونه بکنه. و اما تنها کاری که اینا اومدن کردن این بود که اومدن این سیستم ارث و مورثی رو برداشتن. تصویرتون فریز شده جناب کیانی، تصویرتون فریز شده. یه بار بذارید قرطتون. الان درست شد. اوکی بفرمایید. خب خدا رو سپاس. بله بله ببخشید.